ای خواجه چرا از این جهان بیخبری؟ روزان و شبان در طلب سیم و زری. سرمایه تو در این جهان یک کفن است، آن هم به گمان است که بری یا نبری. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل بینندگان شبکه کلید اسرار ما. از همت خواهش میکنیم تا آخر همین سبت تماشا کنین و در شبکه حتما ابونه شوین که بهترین نوارها در این شبکه کلید اسرار میشود. خب بسیاریا با ما مراجعت میکنن، میگه برادر صدای امید یک ویروس برآمده است، درباره یگان سخن کن. و اگه زیاده از 100 نفر شد که با ما سخن گفتن، یعنی که سبب شد بگو که ای کدام سبب همه چیز پیدا شده است. من امروز ان شاء الله میخوام فکر عقیده خما گپ زنم، چون که بسیاریا رو تماشا کرده میگوین که از کورش پرک شده است، بسیاریا از مسورکه میگوین، بسیاریا از مسلمان ها رو عذاب داده هستند میگوین و هر کس هر فکر ها را آورده استادن تا حال انیق نکردن که همه از چی برآمده است. نه که من یک فکر دارم، میگه که کدام مملکتی که کدام دولتی که میگه از فسادی، از زنا، از حرامکاری، از ایمان که دور شدن گرفتن، خداوند در اون مملکت یک آفت را میبیارد. چگونه که زمان پیغمبرها بود که در مملکت اگر یک به فسادی و به گمراهی که میرفتن، خداوند یک پیغمبر را در همون دولت میآفرید. زمان حضرت ابراهیم یا که دیگرش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. و سبب همون ها انشاءالله این چیز نیست میشه، اما انشاءالله که این چیز به خواست خدا شدگی است. هر آفتی که بیاید، هر نیک بدی که بیاید از جانب خدا هست. و انشاءالله که خداوند اگر ما را با سبب همین بیماری جونمون را گیرد، ما راضی هستیم و خدا خود میداند که چی کار کند. و انشاءالله که اگر که خداوند در جسم ما همین بیماری نخواهد، هرگز او بیماری در این جسم ما نمیآید. شما غمگین نشوین، زخم نشوین، پروا هم نکنین، هرچی با خواست خدا است. و انشاءالله که احتیاط هم بسیار چیز خوب است، احتیاط میکنیم و ما دست دعا داریم. همین سلاح ما دعا است. انشاءالله همین دعا میکنیم خداوند هرگز همین بیماری در تن ما نمیارد. و همیشه احتیاط کنین، 5 وقت با نماز باشین و در راه حق باشین، این بیماری در تنتون نمیآید انشاءالله. و غمگین و زخم نشوین که برای هر یک چیز شما فکر میکنین، غمگین میشوین که همین چیز به سری من میبیه، ما هم سبب میمیرم. مرگ حق است، مرگ یاشی و پیری نمیگه. اگر روزی ما را خداوند در کدام روزی که نویسگی باشد، خب به همین بیماری، خب به دیگه بیماری خدا جان ما را میگیره. پروا هم نکنین، زخم نشوین، دست دعا کنین و در حق ما هم دعاگو باشین. ما هم همیشه در حقتون دعاگو هستیم. همین فکری ما بود که در کدام مملکتی که فسادی زیاد شود، خدا یک آفت در همونجا میآورد تا اینکه اون فسادا را نیست کند. چگونه که ملائکه ها به خدا گفتند که بندگان را نوفر که او زیناکار میشود و دیگر میشود، با خدا گفته بودن همین گونه. بعدا میگه همین نفس خدا در همون ملائکه ها داد در روی دنیا سرشون داده، میگه به همه فسادی ها رفتن، زیناکار شدن و دیگر همون قوم نیست کرد. همین سبب این بیماری که اومده هست، یه سبب همون حرامکاری و زیناکاری و بدبختی و حرام خوریشون است. خدا یار و مددگارتان باشه.